نحوه فعالسازی طرح‌های درآمدی. دوستان برای اینکه طرح‌های درآمدیتون رو بخواید فعال کنید باید کیف پول شما موجودی داشته باشه. حالا یا از درآمدتون واریز میکنید به کیف پول، یا اگر هنوز اول کارتونه و درآمد ندارید میتونید از کارت بانکی خودتون یا هر شخص دیگه‌ای این کیف پول رو افزایش موجودی بدید که آموزش‌هاشو قبلا توی کانال گذاشتم. خب برای اینکه طرحتون رو فعال کنید باید وارد قسمت داشبورد بشید که کنار دکمه راهنما هست. طرح‌های درآمدی در این قسمت هستن. وارد داشبورد میشیم. این یک کاربری که تازه ثبت نام انجام داده. ببینید دوستان همه طرح‌های درآمدیش غیر فعاله و هنوز درآمدی نداره. کل تبلیغاتی که گرفته 25 تا، الان 5 تا اون بالا موجود داره برای بازدید. خب من باید کیف پولمو شارژ کنم. ببینید این کیف پول 250,000 تومان من قبلا از کارت بانکی کیف پول رو شارژ کردم. دوباره وارد میشم در قسمت داشبورد، میام پایین صفحه. ببینید اول این نکته رو بهتون بگم، روی هر طرح ببینید یک علامت سوالی وجود داره روی همه طرح‌های درآمدی. اون علامت سوال یعنی راهنمای این طرحه. وقتی اون رو کلیک میکنید ببینید یک سری توضیحات به شما داده که این توضیحات رو باید مطالعه کنید. ببینید این طرح دومم یک سری توضیحات به شما داده که گفته درآمد هر پارت از چقدر تا چقدره و شما اینها رو باید مطالعه کنید. خب برای فعال سازی ببینید قیمت هر طرح هم روی خود اون پارت هست. ببینید پارت 1 5000 تومان، پارت 2 5000 تومان، پارت های یک اینها ببینید دوستان 5000 تومان 5000 تومانن و توی طرح 2 10,000 تومان و 20,000 تومان و 40,000 تومان و حالا طرح‌های دیگه‌ای که بیاد مبالغشون ممکنه متغیر باشه، فرق بکنه. خب برای اینکه بخوایم هر پارت رو فعال بکنیم دوستان چیکار میکنیم؟ روی دکمه فعال سازی روی اون پارت کلیک میکنیم. ببینید من روی این کلیک کردم. از فعال سازی پارت 1 مطمئنید به قیمت 5000 تومان تایید. هر پارتی رو که فعال میکنید مبلغش از کیف پول کم میشه، از اون موجودی کیف پول. ببینید این کیف پول 250,000 تومان موجودی داشت و 245,000 تومان. برمیگردم. خب مثلا شما میخواین 2 تا پارت فعال کنی، قیمتش مشخصه دیگه، حساب میکنیم میشه 10,000 تومان. میخوای 6 تا پارت فعال کنی، پارتای 5,000 تومانی 6 تاش میشه 30,000 تومان. میخوای اصلا پارت 1 و 2 رو فعال کنی همش با هم میشه پول ساندویچ 240,000 تومان. هر چند تاشو که دوست داشتی فعال میکنی. خب اگر همش فعال کنی قطعا خیلی بهتره و سریعتر میتونی درآمد داشته باشی. حالا من میام یکی یکی همه رو فعال میکنم. ببینید الان این یه دونه رو فعال کردم، 2 تا تبلیغ به بالا اضافه شد. حالا میایم بقیه پارت ها رو یکی یکی فعال کنیم. قیمت هر تبلیغ هم دوستان فرق میکنه. الان من کلیت تبلیغات رو میزنم. ببینید تبلیغات 25 تومانی. ببینید درآمد شما از کلیک این تبلیغ چقدره؟ ببینید اینجا گفته 25 تومن. تبلیغات اولیش 10 تا تک تومانی بوده. پارت اول رو که براش فعال کردیم تبلیغ 25 تومانی هم براش اومد. حالا بریم بقیه پارت ها رو فعال کنیم که توی کلیپ بعدی این کار رو انجام میدم.